дар қисмати шимолии шаҳри душанбе деҳае ҳаст бо номи буни ҳисорак, буни яъне бехреша. арбоби барҷастаи санъати тоҷик ҳикмат ризо аз соли 1948 дар ин маҳалла зиндагонӣ кардааст, ки то ҳол қадамҷояш ободу зебост. дар солҳои қадим ин деҳа яъне деҳаи буни ҳисорак ҷои шикори амирон буд. ин деҳа дар байни ду дарё ҷойгир аст, дарёи лучоб ва дарёи варзоб. خونه که حاضر دیده ایستادیم اینا همش از دست رحمتی پدر باقی مانده است که تا نهال‌های او را من تا امروز نگهداری دارم. جلال جان این باغی که از رحمتی پدر میراث ماندگی است تمام نمودی درخت‌های میوه دهنده شنونده شده است. تا حتی از یک چند نهال‌هایی که از دست رحمتی پدر شنوندگی است تا به امروز من آنها را همچون گوهرک چشم نگاه داشته ایستادم. من توتی که از دست رحمتی پدر ماندگی است. من این چهارمغز کلان، من این دو تا خرمایی که حاضر گذاشتیم نزدش قطع اینا، سیب و دو تا سیبی که از دست نهالش است. سال 1948 با دعوت استاد میرزا ترسنزاده، استاد باباجان غفورов، مصحفه پدرم از دهه یونخشی پیشوقته آبی گرم، ناحیه آبی گرم به دوشنبه دعوت شدن برای دستنویس نمودن اپوس گرولی که آنها آمده جای زیستشون رو اول مکانشون رو معین کردن در محله بنی هیستوراکی حاضر در اینجا ایستاده ایم. بعدا همگی در این محله 6-7 خوجگی وجود داشت. رحمتی پدر بعدا اکادمی علم‌های جمهوری رفته هر روز در اونجا مدتی 6-7 ساعت فقط اپوس گرولی رو نقل میکردند. استادان میرسید میشکر، استاد دهاتی، حساموف از اکادمی علم ها، اینا همه زیاده از 120,000 مصرع‌های اپوس گرولی رو دستنویس کردن که حاضر در انستیتوت زبان ادبیات اونها وجود دارند. از سال 77 کلین شدم اینجا آمدم. بعد او اوقاتای دوست داشته او شکرها بود، بسیارتر شکرها و نغز میدید. بعد آشی اوگراره با این نمی اوقاتای ملی ای هر جو مهمانی می آمدن خبر می گرفتن. شاعر با قرائم زاده بسیارتر می آمد با خبر می گرفت. نهال می شنون بسیار وقت نگاه میکرد اگراده بسیار. مهمون بسیار دوست می داشت. مهمون که می آمدم خرسند می شد که انسان خوب بود، آدم ناز بود. من کلین شدم فقط دعای نیک می کرد. گپی گندش نشنیدم. این دوتاری رحمتی پدرم می باشد که در تمام چهاربینی و فرهنگی جمهوری با همین دوتار اشتراک می کردند که عمری زیاده از 80 سال دارد. حتی در شهر مسکو سال 1949 با همین دوتار برآمد کردگی بودند. دوتاری دویمش باشد این یک عصره می باشد. 100 ساله که به همون کندکاری های دور پیش نقش نگار کرده شدگی است. این دوتاری که حاضر در دست ما است این را یکی از گرولی سرایان بهترین خطلان ملا عظیم گفتنی به مصحف تحفه کردگی است. این سال 1969 اینش از برادر پدرم میراث به پدرم ماندگی است. می نواختن
همه وقت می نواختن میشتن بعد اشکاش ریختن میگیری وقتی هم دمی بیمار بودگیشون دم میگرفتن می نواختن اشکاش میریخت بعد میره سوال میدادن که برای چی اتای خیل اشکاتا میریزونی حاضی پیر شدی بعد میفهمی هم که جواب میدادم وقت از جان شرینای بزرگی جان شرینم بزرگ معلوم است که این پاتیفون سالهای زیاد شد کار نمیکند حتی سوزن ندارد ولی در بالای این پاتیفون پلاستیکای گرگلی های استاد حکمت ریزا گذاشته شده است بسیار میخواستم صدای این پلاستیک را شنوم ولی متاسفانه کار نمیکند سال 1988 استاد سفربک سالیو با سفر حقدادов یک جویا یک فیلمی حجتی به نوار گرفتن که با نام ژاکون از سرگذشتی پدرم به نوار گرفتن و وضعیت در همون وقت زمان مسافر بیمار بیتاب بودن همون فیلمی که به نوار گرفته شد در همین خانه زیستی مسافر گرفته شده است I'm all lashkari begaran från alla jakta pallavan paj pjada davan gurjan olan Amad basori avaz khan avaz ay nigah dora avaz ay boyla dora chita shakhsay dar i maidan namet tasaway adijon amad toda nadikh دوستان همو حسای کریم خون دوید آمد گیران اوزه پیسر نوری چشمی محسی قوتی مایی شرینار این عصا از رحمت پدرم باقی مانده است که تو عمری زیاده از 50 سال دارد و از چوب یورغی تیار کرده شده است در آخر عصا یک از آهن یک نمودی محافظ از یخبندی ها در وقت زمستان برای پیش نزد پای خود راه کشیدن به کار برده میشد این عکسایی که ما حاضر میبینیم در اینجا آویزان سال 1969 در فستیوالی گروگلی سرایان جمهوری به نوار گرفتند رسم پایانگیش با اعضایان جوری همون وقتا که در اونجا بهاگذاری میکردن به هر یک برآمد کننده ها یعنی از ژورنالی آلمان اومده گرفتگی بودن که هامر از بینیسوراک یعنی این رسمش سال 1963 در پستکان گرفته شده است نوراک شهر نوراک ده این رسم پایانگیش با اپام اینجا خودش پدرم آوازخوانی کرده ایستاده است و اپام در اون وقت 4 ساله رقص میکردن در نزدش که حالا امروز سن سال اپام به 63 رسیدگی است در این نوار استاد میرزا ترسونزاده رحیم جلیل و استاد میرسعید میرشکر داستان‌های اپوس گروهلی رو دست‌نویس کرده ایستادند از زبان خودی مستفید این رسم سال 1949 در دهه ادبیات تاجیک در شهر مسکو در کرمل گرفته شده است که در اینجا همه استادان رسمشون در یک جایگی گرفته شده است این رسم 3 نفره استاد میرزا ترسونزاده استاد سیدعلی ولیزاده با پدرم در کرمل می باشد سال 1949 در این رسم باشد استاد سهیل تبرف با استاد دهاتی اینها را اپوس گروهلی رو دست‌نویس کرده گرفته ایستادند این رسم سال 1948 در دهه یونش به نوار گرفته شده است این رسمی بالاگی باشد از دولت پیری شاعری خلق حکمت ریزا در آن وقت حسین جان عکس برداری گازیته جمهوری گرفتگی بود
این حجتی که حالی در دست من است یکی از مهمترین حجت های پدرم به حساب می رود که 11 می سال 1964 با اوکازی پرزیدنت سویت عالی روسیه تاجیکستان عنوان فخری حافظ خلقی روسیه تاجیکستان به اون کس سپریده شد با امضای رهبریت همان وقته جمهوری. استاد 96 سال عمر دیدن که 3 فوریه سال 1990 از دنیا گذشتند و از اون کس 3 فرزند باقی ماند. ما از مادر 3 نفر هستیم، یک اپا، یک خواهر و خودم. از شاگردانش عمکم عزیزبک زیایف که حاضر برنده همین اپوس گروهی می باشد و در جمهوری گروه سرایان هم به شمار مانده است کم. واقعا هم خدمجوی بزرگان را زیارت میکنی، آنجا را آباد و زیبا میبینی، خیلی خوشحال میشوی. امروز قدمجوی حکمت رضا سبز و زیبا است و وارثانش ادامه دهنده کار او.